بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. اولین قسمت از مجموع برنامه هامون رو به توضیح مختصری در مورد خودمون و کارمون اختصاص دادیم. من جعفر عبداللهی هستم، دانش آموخته رشته الکترونیک در حوزه فنی و همینطور اجرای تلویزیونی در حوزه رسانه و در حال حاضر به عنوان دبیر مجموعه در خدمت شما هستم. من هم مثل خیلی از دانشجوهای رشته فنی در مدت دانشجویی بیشتر از کلاس‌های خودم سر کلاس‌های علوم انسانی حاضر می‌شدم و اون هم برمیگرده به علاقه‌مندی‌های دوره نوجوانی در حوزه فلسفه، تاریخ، ادبیات و البته یک ذهن جستجوگر. همین ذهن جستجوگر باعث شد علاقه‌مند به پژوهش بشم و در مورد فرهنگ اقوام و مذاهب و حوزه علوم تجربی و مکاتب انسانی همراه با دوستان دانشجو و دانش آموخته به پژوهش و بررسی اقدام کنیم. اگه بخوام مستقیم برم سراغ اصل مطلب، انسان خردمند یا هوموساپینز تا به اینجا که رسیده انواع سبک زندگی ها از جوامع ابتدایی و قرون وسطایی تا روش مارکسیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، لیبرال دموکراسی و غیره رو امتحان کرده تا به سبک زندگی امروزی که تقریباً در تمام کره زمین حکم فرماست برسه. چیزی که اسمشو گذاشتن نئولیبرالیسم. هر انسانی بر اساس ایسم‌های انتخاب شده توسط حکومت و با توجه به فرهنگ، اعتقادات و ارزش‌های جامعه معنای زندگی رو تفسیر میکنه و برای رسیدن به اون معنا و اهداف و در نتیجه آسایش تلاش میکنه. درس میخونه، کار میکنه، پول در میاره، ازدواج میکنه و یا میره سراغ مواد مخدر، مهمونی‌های شبانه یا هر چیز دیگه‌ای. اگه بخوام مستقیم برم سر اصل مطلب، این سری از برنامه‌ها مربوط به اصول زندگی هست که ریشه در فرهنگ اسلام و اقوام ایرانی داره و ادعای ما این هست که این فرهنگ کارآمدترین روش در تمام جوانب زندگی انسانی هست و میتونه انسانها رو نه تنها به آسایش بلکه به آرامش و حال خوب برسونه. چیزی که هر کسی تو زندگیش به دنبال اون هست و میتونه انسانها رو نه تنها به آسایش بلکه به آرامش و حال خوب برسونه. چیزی که هر کسی تو زندگیش به دنبال اون هست. در واقع ما تو این سری از برنامه‌ها این ایده و ادعای خودمون رو به ورطه آزمایش و اثبات خواهیم گذاشت و از نظرات مثبت و منفی دوستان استفاده خواهیم کرد. به لطف این دوران که تکنولوژی دور و برمون رو گرفته و انواع شبکه‌های اجتماعی پا گرفتن، دسترسی به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای مختلف و وقت گذروندن‌های دوپامینی که لذت‌های لحظه‌ای رو به ارمغان میاره خیلی راحت شده. اما چیزی که میتونم با اطمینان کامل بگم این هست که این برنامه حتی 1 دقیقه از زمان و عمر با ارزشتون رو تلف نمیکنه و حتما زندگیمون پس از شنیدن و عمل به این مجموعه برنامه‌ها با قبلش خیلی متفاوت خواهد بود. ممنون از لطف بیکران شما رفقای عزیز که به نوعی درد و دلهام رو گوش کردین. منتظر پادکست های از ما باشین که قول میدم تو هیچ کانال و رسانه‌ای پیدا نمی‌کنین. تا شروع پادکست هامون فعلا یا علی.